راستی چرا این روزا دیگه هیچ کس آدامس جویده شدهش رو تو در یخچال نمیچسبونه؟ وقتی هم میومدی بکنیش دوبه شک میشدی که کدوم برا توه. گاهی از شانس گندت آدامس جویده شده پدر بزرگی تو اشتباهی میذاشتی دهنتو، وقتی میفهمیدی که یکی از دندون مصنوعیاش توی آدامس بود و لای دندونات گیر میکرد و باقیشو نگم. انگاری چسبوندن از بچگی توی ذاتمون بود. سر کلاس وقتی محتویات بینیمونو خالی میکردیم و میخواستیم بچسبونیم زیر نیمکت، متوجه میشدیم قبل ما خیلیا چسبوندن و دیگه جایی برا پارک نمونده. یا با پوست پرتقال و خودکار بیک توپ جنگی 120 میساختیم که وقتی شلیک میکردیم کلاس منهدم میشد. حالا سوال بزرگی که تو ذهنمه اینه که چطور با این همه هوش و ذکاوت و خلاقیتی که داشتیم الان بیکاریامون انقدر زیاده و اینجای دنیا قرار گرفت.